داستان بهلول دانا و قاضی خائن. همه فکر می‌کردند قاضی عادل‌ترین مرد شهر است تا اینکه بهلول لب باز کرد. به نام خدا. در یکی از شهرهای بزرگ قاضی بود که در ظاهر بسیار دیندار بود. ریشی بلند، تسبیحی در دست و زبانی آکنده از آیات و احادیث داشت، اما دل او اسیر زر و زور بود. شبهای رمضان را در مسجد به نماز می ایستاد، ولی روزها حکم را به نفع ثروتمندان می نوشت و حق یتیمان و فقرا را می خورد. مردم از ظلم او به سطوح آمده بودند، اما کسی جرأت اعتراض نداشت. تنها کسی که از هیبت قاضی نمی ترسید بهلول بود، همان مردی که او را دیوانه می پنداشتند، اما خردش از همه عاقل‌تر بود. روزی از روزهای رمضان بهلول با لباسی ژنده و کاسه‌ای شکسته وارد دادگاه قاضی شد. فریاد زد: ای قاضی بزرگ، از تو شکایت دارم. قاضی با تمسخر گفت: تو که دیوانه ای، شکایتت چیست؟ بهلول پاسخ داد: دیشب در خواب دیدم که در قیامت تو را به جهنم میبرند، اما اشتباه کردند، چون جای تو بهشت است. آمدم از این بی‌عدالتی شکایت کنم. همهمه‌ای در دادگاه افتاد. قاضی از شنیدن نام قیامت و جهنم در ماه رمضان به لرزه افتاده بود. دوستان عزیزم، به کانال داستان و حکایت کهن خوش آمدید. ممنون که مثل همیشه ما را حمایت و نظراتتون رو برای ما کامنت میکنید. من حسین راد هستم و براتون داستان شنیدنی بهلول دانا و قاضی خائن را روایت میکنم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. با خشم گفت: بهلول، منظورت از این حرفها چیست؟ بهلول آرام گفت: اگر قاضی شهر در دنیا حق مردم را بخورد، در آخرت هم جایگاهش اشتباه می شود. من فقط نگران عدالت بودم. قاضی برای آنکه خود را پاک نشان دهد گفت: بگو چه می‌خواهی تا دلت آرام شود؟ بهلول گفت: می‌خواهم امروز، فقط امروز، بدون رشوه و طرز به شکایت فقرا رسیدگی کنی. قاضی ناچار پذیرفت. آن روز فقرا یکی پس از دیگری آمدند و حقشان را گرفتند. مردم شگفت زده شدند، اما بهلول در پایان گفت: ای مردم، دیدید که عدالت ممکن است. اگر دل قاضی پاک باشد، مشکل از قانون نیست، از دلهای خائن است. چند روز بعد راز رشوه‌خواری قاضی فاش شد و او را از مقامش عزل کردند. در شب قدر مردم دیدند که قاضی سابق در گوشه‌ای نشسته و اشک می‌ریزد. بهلول از کنارش گذشت و گفت: رمضان ماه بازگشت است. اگر هنوز در دل بسته نشده باشد، دینداری ظاهری بدون عدالت بی ارزش است. قدرت اگر با خیانت همراه شود، رسوایی به دنبال دارد. گاهی سخن یک دیوانه از 1000 خطبه اثرگذارتر است. و ماه رمضان فقط ماه روزه نیست، ماه اصلاح دل و رفتار است. چند روز گذشت. شب قدر فرا رسیده بود. شهر در سکوتی آمیخته با گریه و دعا فرو رفته بود. چراغ‌های مسجد کمسو بود و صدای القوس القوس مردم دل سنگ را نرم می کرد. بهلول طبق عادت در گوشه‌ای نشسته بود. نه تسبیحی در دست داشت و نه مهر و سجاده‌ای آراسته، اما نگاهش ژرف‌تر از همه عبادت‌ها بود. قاضی معزول با لباسی ساده و چهره‌ای شکسته آهسته به بهلول نزدیک شد. صدایش می‌لرزید و می‌گفت: ای بهلول، آیا توبه کسی چون من پذیرفته می‌شود؟ بهلول سر برداشت و لبخندی تلخ زد و گفت: اگر پذیرفته نشود، درهای آسمان چرا امشب باز است؟ مسئله این نیست که خدا میبخشد یا نه، مسئله این است که تو دیگر همان قاضی دیروز نباشی. قاضی سر به زیر انداخت
و گفت تمام این سالها گمان می کردم عبادتهایم مرا نجات می دهد. بهلول آهی کشید و گفت عبادت بدون عدالت مثل چراغی است که دودش چشم مردم را کور می کند. چند روز بعد پس از رمضان قاضی سابق تصمیم گرفت دارایی‌های مشکوک خود را بازگرداند. خانه به خانه رفت، به یتیمان، بیوه زنان و کسانی که زمانی حکم را علیهشان صادر کرده بود. برخی باور نمی کردند، برخی گریستند و برخی گفتند این پول حق ماست، اما زخم دل ما چه می شود؟ قاضی پاسخ میداد آمدم اول بدهکار باشم، بعد اگر خدا خواست بخشیده شوم. خبر این کار به گوش حاکم شهر رسید. او که انتظار فرار یا پنهان شدن قاضی را داشت، دستور داد او را احضار کنند. در مجلس حاکم همه منتظر بودند تا قاضی دوباره توجیه بیاورد، اما او گفت من مجرمم، اگر مجازاتم کنید شاید عبرت دیگران شود. حاکم لحظه‌ای سکوت کرد و گفت شهر ما به قاضی عادل نیاز دارد، نه قاضی توبه کار ترسو. برو، اما نه به مسند قضا، برو و به مردم خدمت کن. ماه‌ها گذشت. قاضی سابق اکنون در کنار فقرا زندگی می کرد. نه حکم می نوشت نه فتوا می داد، فقط گوش می داد و کمک می کرد. مردم کم کم دوباره به او اعتماد کردند. روزی کودکی از بهلول پرسید بهلول آن قاضی خوب شد؟ بهلول خندید و گفت خوب شدن آسان است، آدم ماندن سخت است. اگر توانست آدم بماند نجات یافته. کودک پرسید پس چرا خدا به او فرصت داد؟ بهلول پاسخ داد تا بدانی عدالت اگر دیر هم برسد هنوز ارزش آمدن را دارد. توبه واقعی با جبران آغاز می شود، نه با اشک تنها. عدالت از دل آغاز می شود، نه از جایگاه. خداوند خطاکار بازگشته را دوست دارد، اما ظالم مصر را نه. سال بعد دوباره ماه مبارک رمضان از راه رسید. همان شهر، همان مسجد، اما دلها دیگر مثل قبل نبود. مردم عدالت را لمس کرده بودند و طعم آن هنوز زیر زبانشان مانده بود. در بازار وقتی ترازو کج می شد فروشنده شرم می کرد. وقتی حقی پایمال می شد مردم سکوت نمی کردند. همه می گفتند این هم از برکت آن رمضان است و از جنون بهلول. اما آزمون بزرگتری در راه بود، بازگشت قاضی جدید. حاکم شهر قاضی تازه‌ای منصوب کرد، جوان، خوش سخن و بسیار عالم. خطبه هایش اشک از چشم مردم جاری می کرد. همه خوشحال بودند جز بهلول. او در اولین نماز جمعه کنار ستون مسجد نشسته بود و با دقت نگاه می کرد. مردی از او پرسید بهلول چرا ساکتی؟ مگر این قاضی خوب نیست؟ خوب حرف زدن آسان است، خوب حکم دادن را باید دید، مخصوصا وقتی پای زر وسط بیاید. چند روز بعد مرد ثروتمندی با هدیه گرانبها وارد خانه قاضی جدید شد. کسی نفهمید چه گذشت جز بهلول که همان نزدیکی ها خوابیده بود و همه گمان می کردند مست است. روز بعد بهلول با صدای بلند در بازار فریاد زد ای مردم، دیوانه‌ای پیدا شده که عدالت را می خرد. هر که سکه دارد حکم هم دارد. خبر مثل آتش پخش شد. قاضی خشمگین بهلول را احضار کرد و گفت اگر شاهد داری بیاور. بهلول گفت شاهد من در خانه توست. قاضی رنگش پرید و گفت یعنی چه؟ بهلول ادامه داد دیشب وقتی هدیه را آوردند در خانه‌ات باز بود. عدالت اگر پشت در منتظر بماند همانجا میمیرد. قاضی خواست انکار کند اما نگاه مردم سنگین بود. همان شب هدیه را پس فرستاد. هنوز جرمش ثابت نشده بود اما ترس در دلش افتاده بود.
ترسی که از 1000 قاضی بالاتر بود. چند روز بعد حاکم خود بهلول را صدا زد و گفت تو چرا در کار قاضیان دخالت میکنی؟ بهلول گفت چون اگر دیوانه ها ساکت شوند عاقلان شهر را می فروشند. حاکم لبخندی زد و گفت اگر تو اینقدر دانایی چرا خودت قاضی نمی شوی؟ سکوتی سنگین افتاد. همه منتظر پاسخ بودند. بهلول سرش را پایین انداخت و گفت من اگر قاضی شوم دیگر نمی توانم حقیقت را فریاد بزنم. زبان آزاد بر مسند بسته نمی نشیند. در شب آخر رمضان بهلول برخاست و رو به مردم گفت این ماه تمام شد اما امتحان عدالت تمام نشده. هر کدام از شما قاضید، قاضی خانه تان، قاضی بازار و قاضی دلتان. قاضی جوان همان شب تمام هدایای پنهان را بازگردان و عهد کرد پیش از هر حکم نام یک فقیر را به یاد بیاورد. بهلول سحرگاه عید فطر شهر را ترک کرد. کسی نفهمید کجا رفت. فقط روی دیوار مسجد نوشته‌ای مانده بود اگر عدالت را دوست دارید منتظر بهلول نباشید. فساد همیشه با فریاد نمی آید، گاهی آرام و با هدیه می آید. جامعه‌ای که عدالت را چشیده دیگر به آسانی فریب نمی خورد. دیوانگی بهلول نقاب آزادی بود و رمضان آینه ای است که چهره واقعی انسان را نشان می دهد. پس از عید فطر شهر در هیاهوی شادی بود، اما یک چیز کم بود. بهلول دیگر دیده نمی شد، نه در بازار، نه کنار مسجد و نه حتی زیر همان درخت کهنه‌ای که همیشه می خوابید. بعضی گفتند مرده، بعضی گفتند دیوانه تر شده و به کوه زده، اما پیرزنی گفت نه، بهلول وقتی می رود که فتنه‌ای بزرگتر در راه است و حق با او بود. 40 روز نگذشته بود که قحطی افتاد. گندم کمیاب شد، قیمت نان بالا رفت و مردم دوباره به زانو افتادند. همان ثروتمندانی که 1 سال پیش در دادگاه رسوا شده بودند این بار انبارها را پر کرده و نان احتکار کردند. قاضی جوان این بار مردد بود. میدانست اگر حکم بدهد دشمنان خطرناکی پیدا می کند. شبها تا سحر قرآن می خواند، اما جرأت امضا نداشت. در یکی از همان شبها وقت سحر صدای آشنایی در راهروی خانه‌اش پیچید. آیه ها را می خوانی اما از عملش می ترسی. قاضی از جا پرید و گفت بهلول تو هستی؟ بهلول بود، لاغرتر اما چشمانش برافروخته تر. قاضی گفت اگر حکم بدهم شهر به آشوب کشیده می شود. بهلول آرام گفت اگر ندهی خدا شهر را به آشوب می کشد. سکوتی سنگین افتاد. بهلول ادامه داد سال پیش عدالت را با ترس نجات دادی، امسال باید با خطر نجاتش بدهی. قاضی لرزید و گفت و اگر شکست بخورم؟ بهلول لبخندی زد و گفت عدالت اگر شکست بخورد تو پیروز نیستی، اما اگر برایش ببازی خدا تو را میبرد. صبح همان روز قاضی حکم داد انبارها گشوده شود، گندم به قیمت عادلانه توزیع گردد و محتکران در ملأ عام عذرخواهی کنند. شهر به جوش آمد. ثروتمندان تهدید کردند. حاکم مردد شد، اما مردم ایستادند. در میان جمعیت بهلول فریاد زد عدالت تنهاست مگر اینکه شما تنها رهایش نکنید، و مردم رهایش نکردند. درگیری شد، اما نه آنگونه که می ترسیدند. وقتی مردم دیدن قاضی عقب ننشسته جرأت پیدا کردند. محتکران شکست خوردند، نه با شمشیر، با شرم. قاضی آن شب خسته و شکسته روی پله های مسجد نشست. بهلول کنارش نشست. قاضی گفت این بار ترسیدم. بهلول گفت شجاعت یعنی کار درست را با وجود ترس انجام دادن. سحر همان شب
قاضی از بهلول پرسید تو که هستی واقعا؟ دیوانه ای یا عارف یا آزمون خدا؟ بهلول برخاست، ردای کهنه‌اش را تکاند و گفت من آینه‌ام، اگر عدالت داری مرا میبینی، اگر نداری مرا دیوانه میخوانی. و رفت، این بار برای همیشه. سالها بعد آن شهر به شهر ترازو معروف شد، نه به خاطر قانونهای سخت، بلکه چون مردم یاد گرفته بودند خودشان وزن حق را نگه دارند. و هر رمضان وقتی قاضی شهر حکم نخست را می نوشت، زیر لب می گفت بهلول اگر اینجایی ببین که هنوز ما بیداریم. عدالت با یک قاضی زنده نمی ماند، با مردم زنده می ماند. گاهی خدا حقیقت را در لباس دیوانگی می فرستد. سالها گذشت، قاضی جوان پیر شد، موهایش سپید و دستانش لرزان، اما هنوز هر حکمی را با وضو می نوشت. مردم دیگر نام بهلول را کمتر بر زبان می آوردند، در یتیمی که بی پناه نمی ماند و در بازاری که قسم دروغ مشتری نداشت. تا آنکه شبی از شب‌های رمضان آخر عمر قاضی فرا رسید. آن شب شهر حالت عجیبی داشت، باد نمی‌وزید، سگ‌ها زوزه نمی‌کشیدند و آسمان انگار گوش می‌داد. قاضی در مسجد تنها بود، قرآن را بست و زیر لب گفت خدایا اگر بهلول زنده است نشانم بده، اگر مرده به من بگو آیا آزمون را پس دادم؟ در همان لحظه صدای خنده ای آرام از پشت ستون آمد. بهلول ظاهر شد، اما نه مثل قبل. لباسش سفید بود، چهرهش آرام و نگاهش عمیق‌تر از همیشه. قاضی با اشک گفت تو هنوز هستی؟ بهلول گفت بهلول همیشه هست، گاهی در قالب دیوانه، گاهی در قالب وجدان و گاهی در قالب آخرین فرصت. قاضی لرزید و گفت آمده ای مرا ببری؟ بهلول لبخندی زد و گفت آمدم حکم آخر را از خودت بشنوم. بهلول با چوبی کهنه خطی روی زمین کشید و گفت این دادگاه است، قاضی، متهم و شاهد همش خودت هستی. قاضی نشست، سکوت سنگین شد. بهلول گفت آیا روزی شد که دانستی حق با ضعیف است اما سکوت کردی؟ قاضی سرش را پایین انداخت و گفت آری، یک بار. بهلول پرسید آیا روزی شد که عدالت را گفتی حتی وقتی به ضررت بود؟ قاضی نفس عمیقی کشید و گفت بیش از آن که بشمارم. بهلول چوب را روی زمین گذاشت و گفت پس هنوز بدهکاری اما مفلس نیستی. قاضی با صدای شکسته گفت بگو تو واقعا که بودی؟ بهلول نگاهش را به محراب دوخت و آرام گفت من نه پیامبر بودم نه فرشته، من نتیجه دعای مظلومان این شهر بودم. وقتی ظلم زیاد شد خدا مرا در لباس جنون فرستاد تا حقیقت از بین نرود. اشک از چشمان قاضی جاری شد و گفت و حالا؟ بهلول گفت حالا دیگر به من نیازی نیست، چون شهر بهلول شده است. از آن سحر گفته شد. قاضی چشم بر هم گذاشت و وقتی باز کرد بهلول نبود، فقط روی زمین همانجا که خط کشیده بود نوشته ای مانده بود اگر روزی دیدی عدالت سخت شده بدان که وقتش رسیده خودت دیوانه حق شوی. قاضی همان روز از دنیا رفت. مردم گفتند لبخند بر لب داشت. در وصیتش نوشته بود مرا کنار دیوانه ها دفن کنید، شاید زودتر بیدار شوند. از آن پس هر سال در یکی از شبهای قدر کودکی در شهر دیده میشد که نانش را با فقیر نصف می کرد و می گفت بهلول گفته عدالت گرسنه نمی ماند. عدالت انسان می خواهد نه منصب. خداوند گاهی حقیقت را با چهره‌ای می‌فرستد که جدی گرفته نشود. اگر بهلول رفت مسئولیت آغاز شد و ماه رمضان امتحانی است که نتیجهش بعد از ماه معلوم می شود.
پس از مرگ قاضی شهر آرام بود، بیش از حد آرام. نه ظلمی آشکار دیده میشد نه فریادی. اما بهلول اگر بود میخندید، چون میدانست خطرناکترین زمان وقتی است که همه میگویند همه چیز خوب است. قاضی تازه‌ای آمد، نه فاسد نه عادل، بی تفاوت حکم میداد اما دل را نمی سوزاند. قانون را اجرا می کرد اما روحش را نه. مردم گفتند لااقل مثل قبلی ها بد نیست و همین جمله آغاز سقوط بود. در یکی از شب‌های قدر اتفاقی عجیب افتاد. 10 نفر از مردم شهر یک خواب واحد دیدند. در خواب بهلول بر بام مسجد ایستاده بود و فریاد میزد من دیگر نمی آیم اگر بیدار نشوید. مردم می دویدند اما پاهایشان در گل فرو رفته بود. بهلول گفت این گل سکوت شماست. صبح که شد همه حیرت زده خوابشان را برای یکدیگر تعریف کردند. شهر به لرزه افتاد. برای اولین بار بعد از سالها مردم احساس ترس کردند، نه از حاکم نه از قاضی بلکه از خودشان. چند روز بعد کودکی لاغر با لباسهای پاره وارد شهر شد. نه گدایی میکرد نه میخندید، فقط نگاه میکرد. در بازار وقتی دید نانوا آرد را کم میریزد گفت اگر ترازو حرف میزد از تو شکایت میکرد. در دادگاه وقتی دید قاضی عجله دارد گفت حق وقتی عجله کنی جا میماند. مردم زمزمه کردند نکند او خود بهلول است، اما کسی جرأت نداشت نام بهلول را بیاورد. روزی آمد که حاکم مالیات سنگینی بر فقرا بست تا خزانه را پر کند. قاضی سکوت کرد. عالمان توجیه آوردند. بازار خاموش ماند. فقط همان کودک وسط میدان ایستاد و گفت اگر امروز نایستید فردا حتی نمیتوانید بنشینید. مردم نگاه کردند و برای اولین بار منتظر کسی نشدند. پیرمردی جلو رفت، بعد زنی بیوه، بعد نانوا و بعد همه. نه شورش بود نه خشونت، فقط ایستادن. حاکم عقب نشست، قاضی استعفا داد و قانون اصلاح شد. وقتی مردم برگشتند کودک نبود، فقط روی دیوار نوشته شده بود بهلول یک نفر نبود. بهلول زمانی متولد می شود که کسی جرأت کند حق را قبل از امنیت انتخاب کند. از آن پس دیگر کسی نگفت اگر بهلول بود، چون فهمیده بود اگر بهلول نیاید یعنی نوبت ماست و رمضان آن سال نه با گریه بلکه با تصمیم تمام شد. دوستان عزیزم، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً نظرات خودتون رو کامنت کنید و برای حمایت از من سابسکرایب، لایک و شیر یادتون نره.